دیگه خسته نشدی از دست که مرغ و تکراری درست کردی؟ مرغ به همراه پیاز، نمک و ادویه و آب بذار تا بپزه. وقتی که پخته شد از آبش در بیار و دو طرفش رو توی روغن داغ سرخ کن. حالا توی همون تابه پیازا رو کامل تپ بده، بذار پیازا قشنگ سرخ بشن. بعد نخود پخته شده، زرشک، کشمش، نمک و ادویه ها و در آخرم زعفرونش رو بزن و مواد حشومون آماده است. برنجی رو که شستی بریز توی قابلمه، آب مرغ رو از صافی رد کن، بریز روی برنج و اجازه بده که برنج با آب مرغ بپزه. بخار که شد، تبخیر که شد، در رو دم کنی بذار و بعدش هم آماده که شد بکش توی دیس و مرغ رو بچین روش و به دلخواه حشو رو هم بریز و قشنگ تزیین کن به دلخواه و سلیقه خودت. مرغ مجلسی خوشمزه‌مون آماده است. همین الان اگه میخوای که پیجمو گم نکنی تو شلوغی این اینستاگرام فالو کن.